بنده به عنوان نوکر و مخلص شما قول شرف خواهم داد که تغییری بزرگ ایجاد خواهم کرد. من گله‌گیری قول میدهم. آقای دکتر کله، برادر من کرو شما کجا میره؟ کله نداره، گله‌گیری. ببخشید گله‌گیری، اون تغییر بزرگی که میخواین ایجاد کنین چیه؟ یک فقیر نباید اینجا باشد. سفره ما خالیه، گله‌گیری عالیه. سفره ما خالیه، گله‌گیری عالیه. گله‌گیری گله‌گیری. آقای دکتر گله‌گیری مژده بدین تو انتخابات پیروز شدیم. جدی میفرمایید؟ پس بریم به تعهداتمون عمل کنیم. یه وقت اون رسیده که به تعهداتمون عمل کنیم. بالاخره این مردم از ما انتظار دارن. از همین لحظه هر فقیری که اینجا دیدین میگیرین میبندین از شهر بیرون میکنین. یک دونه فقیر نباید اینجا باشه. خیالت راحت دکتر. کجا رفت لعنتی؟ فرار کرد. گله‌گیری اگه بفهمه میکشه ما رو. بیا بریم از این ور بریم. فقیری؟ نه من فقیر نیستم. خب ولش کنیم بریم.